در هند قدیم شکارچی‌ها برای گرفتن میمون‌ها هیچ تور یا تفنگی نداشتن. اونا فقط یک کوزه و یک مشت آجیل داشتن. کوزه به درخت زنجیر شده بود. دهنه کوزه فقط به اندازه یک دست باز بود. میمون دستش رو داخل می‌برد و آجیل رو مشت می‌کرد. اما وقتی دستش رو مشت می‌کرد، دیگه از دهانه کوزه بیرون نمی‌اومد. شکارچی با چوب دستیش آروم آروم نزدیک می‌شد. میمون شکارچی رو می‌دید، جیغ می‌زد و کوزه رو می‌کشید، اما حاضر نبود مشتش رو باز کنه تا آزاد بشه. شکارچی بالای سرش رسید و اونو گرفت. میمون آزادیش و جانش رو داد فقط برای اینکه نتونست یک مشت آجیل رو رها کنه. اون افکار سمی، اون خاطرات گذشته، همون آجیل توی کوزه هستن. توی دامی گیر کردی که قفلی نداره. فقط کافیه مشتت رو باز کنی تا دستت از کوزه در بیاد. اگه هنوز به خانواده کتابکام ملحق نشدی، احتمالاً دیگه ما رو نمیبینی. ولی اگه این کار رو انجام دادی، تبریک میگم. در مسیر کامیابی قرار گرفتی.